4 صدا رو خوب میتونید توسط استاتوسکوپ بشنوید. اورتیک، پولمونری، ترایکاسپید، بایکاسپید. اورتیکش پیدا میکنه اول استاتوسکوپ چک میکنه که استاتوسکوپ درست است یا نه. اورتیکش مسافه بین زلی دوم پیدا میکنی طرف راست البته این مسافه بین زلی دوم اورتیک شده میشه. بار مستقیمش مسافه بین زلی دوم پولمونری شده میشه. مستقیما مسافه بین زلی پنجم میای در اینجا بایکاسپید شده میشه. ترایکاسپید شده میشه. مسافه بین زلی پنجم ترایکاسپید شده میشه. و مستقیما پنجمش که از با مید کلاویکولر لاین مستقیم در اینجایی و مسافه بین زلی پنجم بایکاسپید میشنوی. خوب اینی صدای قلبی را خوب با آسانی میتونید تا استاتوسکوپ بشنوید. این بود صدای قلبی که عملی و فیزیکی شما میتونید از دیر پیدا کنید.